دری عزیزم احمدی جون، اکنون نصیب همین بوده. همچنانه که با دعای شما و با محنتهای شما و خواستای شما من از زندان حکومتی آزاد شدم. دعا میکنم و یک نصیحتی همچون یک آدمی دیدگی، بسیار دیدگی، نصیحتتون میکنم که همیشه از هر چی میخوای از الله بخوای. انشاءالله من که در همون مشکلات گرفتار شدم، فقط خداوند را در پیش نظرم داشتم. خداوند گویا که میدیدم، همیشه دعا کردم و شما از اونجا شما را سبب کردن که این قدر طلب کرده برای آزادی ما آزاد شدیم. شما هم خیر هر چی که به سرتون آمده است شکرانه کنی و خدا را همیشه حاضر بدونی و هر چی که میخوای از خدا بخواهی، انشاءالله که به مقصد میرسی. پروردگار مهربان بسیار هم لطیف است. الله مهربان برآورده خیر میگردونه اگر خدا را همیشه از خدا طلب کنی و فرزندا را در راه خداشناسی تعلیم کنی و خودتون همیشه از خداوند با امید باشید. انشاءالله مهربان روز میشه که با برمیگردید به وطن انشاءالله. و همچون یک آدمی عمر دیده یک پند میگم که